همونی که تا دیروز بهش میگفتن بابا نظر در مورد وعده صادقی که تمام رسانه‌های دنیا حتی دشمنای ایران هم اونو ساپورت کردن نظر تو بگو، میگفت ولمون کن بابا. همونی که بابا در مورد پرسیدن نظر در مورد فلسطین چی بود، مردم ما دیگه خسته شدن به خاطر هزینه دادن برای فلسطین. همونی که با قلدری الان یه سمتی رو تو دولت گرفته، هر چی نماینده‌های ما تو مجلس میگن بابا اینو بندازید بیرون، نمیره بیرون، جاشو خوش کرده نمیره بیرون. همونو که کسی که موزش مشخصه تو شبی که سید حسن نصرالله دارن دست میکنن میارن تو صدا سیما سخنرانی میکنه. اونم از وضعیت مملکت داریتون. صبح که از خواب پا میشین، برق قطع، آب قطع، مدرسه تعطیل، اداره تعطیل، بانک تعطیل. بابا فضای مجازی مدرسه ها رو هم تعطیل کردید. علا برکت الله، برو قیمت ها رو نگاه کن. اونم از معیشت مردم که این همه رهبری تذکر دادن. امروز یه قیمت، فردا یه قیمته. بیا من نشونت بدم، امروز یه بار برنج میخرم، فردا تونی 5 میلیون میره روش. بیا پیشم با سند بهت نشون بدم. طرف من پیام داده آقا میثم شما تریبون داری به اینا بگو من زنم بارداره، میخواد برقا رو قطع میکنه، 5 طبقه پایین گیر کرده، نمیتونم ببرمش بالا. بابا روح شهید رئیسی به حضرت عباس شاد، این همه مسخرهش میکردید. 6 کلاس سواد، ای کاش شما 1 کلاس سواد داشتید. اگه اون 6 کلاس سواد داشت که شما میگید ارزه نداشت، شما ببینید با این سوادتون چیکاره. شما که دیگه اصلا هیچ چیز سواد ندارید با این وضعیت مملکت داریتون.